بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه خير ناصر ومعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم. رفتن به سوی ظالمان و گام برداشتن به سوی ظالمین به جای خود، الله متعال می فرمایند ذره‌ای به سوی ظالمان متمایل نشید. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، چرا که آتشی که برای ظالمین مهیا شده مبادا شما رو در بر بگیره. رخ کلامم با شما مردم سرفراز و غیور بلوچستان هست. قطعا همه شما شنیدید که محامی نماینده قاتل خامنه‌ای در بلوچستان بشارت داد و گفت که پس از تلاش‌های 3 ساله، پس از التماس و الحاح و زاری، تونسته که از آقای خودش موافقت بگیره که مردم بینوای بلوچ رو به مجلس خودش راه بده. 44 سال علمای ما، اندیشمندان ما، نخبگان ما، دلسوزان جامعه ما فریاد زدند، ناله سر دادند، نالیدند از ظلم و ستمها، فریاد زدند، شکوه کردند از جور و جنایتها، نالیدند از ظلم و تبعیضها، از فشارها، از خفقان، از فقر و ناداریها، از فلاکت و دربدریها، از زندان و تجاوزها، از تعرضها، از اهانت و تحقیرها. اما خامنه‌ای نشنید. اکنون چی شده که در آستانه سالگرد مهسا امینی، در آستانه انقلاب ماهو بلوچ ها، در آستانه سالگرد فاجعه خونین زاهدان، محامی و جلادان خامنه‌ای همگی دست پاچه شدند، دست به دست هم دادند که یک مجلس نمایشی رو در قالب دیدار با خامنه‌ای به راه بیندازند. همه دست به دست هم دادند. محامی با نوچه های خودش، سربازان گمراه امام زمان، جلادان خامنه‌ای در سپاه و در استانداری، همه با هم دست پاچه هستند و در به در میگردند تا چند نفر رو تطمیع بکنند، تهدید بکنند و اونها رو به مجلس خامنه‌ای ببرند. قطعا شنیدید سخنان این مردک، معاون سیاسی استانداری شریفی رو که پوزیشن آدم‌های درست حسابی رو به خودش گرفته بود و بیانیه داد و گفت ما قرار هست 2000 نفر از مردم بلوچ رو به عنوان نمایندگان واقعی مردم بلوچ به مجلس خامنه‌ای بفرستیم. مردم بلوچ، شما شاید این افراد رو نشناسید. همین مردک شریفی در سال 91 از جلادان وزارت اطلاعات بود. کسی بود که تو سال 91 با دستان خودش ما رو و تمامی زندانیان رو شکنجه می کرد. بیرحمان ترین شکنجه ها رو به زندانیان می کرد. یکی از خبیثترین جلادان خامنه‌ای، یکی از بلوچ ستیزترین جلادان خامنه‌ای در اداره اطلاعات بود. از بس که اینها جوانان بلوچ رو شکنجه کردند، تعرض کردند، اعترافات اجباری گرفتند، به جوخه دار و اعدام فرستادند، آخر رتبه گرفتند، مقام گرفت، اینو فرستادند به تهران
بعد که فاجعه خونین زاهدان به وجود اومد، همین مردک رو برای سرکوب مردم بلوچ دوباره به استان فرستادند و معاون سیاسیش قرار دادند در استانداری. اینها همه دست به دست هم دادند که مردم بلوچ رو اغفال بکنند و به دیدار قاتل فرزندان بلوچ بفرستند. چه شده؟ اکنون چه مسئله ای هست؟ چرا خامنه ای اکنون به فکر مردم بلوچ افتاده؟ خامنه ای که گوش نمیداد به حرفهای مردم بلوچ، نمیشنید، اما امروز خامنه ای دریافته که کلاهش پس معرکه هست. خامنه ای میبینه که فاتحهش خونده هست. خامنه ای میدونه که چه جنایتی رو مرتکب شده. خامنه ای میدونه که در حق مردم بلوچ چه ستمهایی روا داشته. خامنه ای میبینه که 1 سال تمام خودش رو به کری زده بود، فریاد مردم ما رو نمیشنوید. 1 سال تمام آه و ناله های مادران شهدای ما رو خامنه ای نشنید. زجه های کودکان یتیم ما رو بر سر مزار پدرانشون نشنید. خامنه ای 1 سال تمام فریاد دلسوزان ما رو نشنید. 1 سال تمام فریاد مرگ بر خامنه ای رو در کف خیابونها از جوونهای ما نشنید. اکنون به فکر مردم بلوچ رسیده. اکنون میخواد که چند ملای مجهول الحال رو عبا و قبا بر تن بده و به مجلسش دعوت بکنه، با چند تا نخبه نما و چند تا ریش سفیدی که سر به تنشون نمیارزه، اونها رو به عنوان نمایندگان بلوچ به مجلسش دعوت بکنه که از او تعریف و تمجید بکنند، مداحی بکنند، چاپلوسی بکنند تو مجلسش، بهش گل و بلبل بگند. در ظرف این 44 سال مگر شما 1 بار هم سراغ دارید که خامنه ای کسی رو به مجلس دعوت بکنه، یک خبرنگاری رو به مجلسش دعوت بکنه که از او در یک مصاحبه چالشی از او انتقاد بکنه؟ کلا و حاشا. جز مداح، جز چاپلوس، جز یاوهگو کسی رو به مجلس خودش راه نداده. چطور اکنون به فکر مردم بلوچ افتاده؟ خامنه ای به عنوان آخرین تیری که در تیردان خودش داره میخواد از اون استفاده بکنه. میخواد علمای ربانی و در رأس حضرت شیخ الاسلام رو به حاشیه ببره با همین ملاهای درباری که میخواد به مجلس خودش دعوت بکنه. 1 سال تمام خامنه ای تلاش کرد بدترین و شدیدترین فشارها رو بر پیکره بلوچستان وارد کرد. قشون و لشکرهای سرکوبگر خودش رو از کرمان و شهرستانها روانه خاک و دیار بلوچستان کرد. 1 سال تمام خامنه ای بلوچستان رو به خاک و خون کشید. بلوچستان رو امنیتی ترین استان کشور قرار داد. زاهدان رو امنیتی ترین شهر کشور قرار داد. اینترنت رو بست. زاهدان رو رکورددار اختلالات اینترنتی در جهان قرار داد تا در سکوت و خفقان مردم بلوچ رو در زندانها به اونها تعرض بکنه، شکنجه بکنه، مردم رو سرکوب بکنه. اما وقتی خامنه ای دید که مردم بلوچ هرگز در برابر این فشارها عقب نشینی نکردند، وقتی خامنه ای دید که مردم بلوچ چشم به چشم دشمنان و جلادان دوخته فریاد میزنند ایدر آستمگر هنر
ای ستمگران زمان، ای جلادان خامنه ای، شما زور و قدرت خودتون رو امتحان کنید، ما جگرهای خودمون رو امتحان میکنیم. خامنه ای وقتی دید که با فشار و زندان و تجاوز و تعرض فشار مرگ بر خامنه ای در خیابانهای بلوچستان کوبنده تر میشه، خامنه ای وقتی دید نمیتونه با این فشارها قامت بلند حضرت شیخ الاسلام حفظه الله رو خم کنه، اون وقت به عنوان آخرین تیری که از تیردان خودش در آورده میخواد علمای ربانی رو، علمای مردمی رو، حضرت شیخ الاسلام رو به حاشیه ببره و بگه که مردم بلوچ با او هیچ مشکلی ندارند. 1 سال تمام خامنه ای نه به کودکان رحم کرد، نه به مادران ما دل سوخت، نه به دانشجویان ما رحم کرد و نه به ریش سفیدان و علمای مسن و ریش سفید ما از اونها چشم پوشی کرد. امروز خامنه ای دریافته که نمیتونه خودش رو با مردم بلوچ گلاویز بکنه، میخواد که یک مجلس نمایشی راه بیاندازد. من از مردم عزیزم میخواهم، از علمای کرام، علمای معزز، علمای ربانی، عزت و اقتدار خودتون رو حفظ بکنید، شرف خودتون رو حفظ بکنید. این لباسی که در تن دارید، بر تن دارید، عزت این لباس رو حفظ بکنید. قسم به خدا اگر عزت خودتون رو ندونستید، امروز همان گونه که روحانیت شیعه منفور جوانان هستند و عمامه های اونها رو به هوا میپرانند، اگر شما از مواضع خودتون عدول کردید، اگر شما این لباس خودتون رو فروختید، مطمئن باشید که شما هم در دید جوانان بلوچ ارزش خودتون رو از دست خواهید داد. اگر فقیرید با نان جو بسازید، اگر ندارید دست به سوی جوانان دراز بکنید، جوانان به شما کمک میکنند. اما دست به سوی قاتلان فرزندان ما دراز نکنید. چون علی درساز با نان شعیر، گردن مرحب شکن خیبر بگیر، پشت پا زن تخت کیکاووس را، سر بده از کف مده ناموس را. ناموس خودتون رو معامله نکنید مردم بلوچ، ریش سفیدان معزز، عزت خودتون رو حفظ بکنید، شرف خودتون رو حفظ کنید، غیرت بلوچی خودتون رو به بهای اندک معامله نکنید. غیرتتون رو با یک استخوانی که سربازان خامنه ای جلو شما می اندازند بها نکنید و نفروشید. مطمئن باشید که اگر شما صف مردم رو رها کردید، در کنار مردم نایستادید، به مردم پشت کردید، ارزش خودتون رو از دست خواهید داد. من امروز با صراحت به شما میگویم، با دلی پردرد و آه به شما میگویم، تویی که امروز بار سفر بسته به دیدار خامنه ای میری، پا روی خون جوانان ما گذاشتی، پا روی خون شهید یاسرها گذاشتی، پا روی خون شهید نائب زهی ها و شهید هاشم زهی ها و شهید آنشینی ها و نارویی ها گذاشتی. شرم کن از آه مادران، شرم کن از زجه های کودکان یتیمی که جلادان خامنه ای به اونها رحم نکردند. شرم کنید از محاسن علمایی که محاسن سفیدشون رو فدا کردند و عزت خودشون رو نفروختند.
و امروز در زندانها تحت شکنجه جلادان خامنه‌ای قرار دارند. شرم کنید و نروید به مجلسی که خامنه‌ای برپا کرده. اگر نمیتونید بهانه‌ای درست بکنید، اما به این مجلس نروید که هم مقهور الله متعال قرار میگیرید و هم منفور جامعه بلوچستان. بلوچ باشید، بلوچ بمانید، در کنار مردم بلوچ با عزت و سرفراز زندگی کنید. قسم به خدا که با عزت مردن در کنار بینوایان بلوچ، با شرافت زندگی کردن در کنار شهدای مظلوم بلوچ و مردن در کنار این بینوایان بهتر است از زندگی کردن در کنار این ظالمین و جلادان خامنه‌ای. امیدوارم که به خود بیاییم، امیدوارم که آگاه باشیم، امیدوارم که این توطئه کثیف، این سناریوی متعفنی رو که جلادان خامنه‌ای طراحی کردند از او آگاه باشید، به خود بیایید و در کنار مردم بایستید. و ما علینا الا البلاغ المبین.